آوازخوانی شناخته تاجیک قربانعلی رحمان درگذشت. او هفته گذشته بعد وزنی شدن وضع سلامتیش با نشانه‌های کرونا ویروس در بیمارستان معروف به یکم سویتسکی بستری شده بود. هرچند دیروز نزدیکانش خبر داده بودند که از بیهوشی بیرون آمده است و وضعش خوبتر شده است، اما امشب خبری درگذشتش را نشر کردند. هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربانعلی رحمان سال 1954 در ناحیه واسه به دنیا آمده. سال 1977 دانشکده هنرهای به نام میرزا ترسونزاده را ختم کرده است. بعد ختم دانشکده و ادای خدمت حربی چند مدت در مقام‌های راهبری خانه مدنیت و مدیر شعبه فرهنگ واسه کار کرد. قربانعلی رحمان یک زمان راهبری انسامبل چشمه ناحیه واسه را به عهده داشت. سال 1986 قربانعلی رحمان سزاوار عنوان هنرپیشه شناخته تاجیکستان شد. سال 1996 به دوشنبه آمد و 2 سال در انسامبل دریا کار کرد. سال 1998 قربانعلی رحمان راهبری انسامبل ترانه و رقصی سامانیان تعیین شد. او سال 2006 عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان را نیز به دست آورد.